یه دسک تور میخواستم بهتون بدم که حالا نمیدونم نهایتا این ویدیو چی میشه، ولی خب اینجا یه دونه اول از همه یه گلدون داریم که مرده و میدونم اصلا استتیک قشنگی نداره، ولی خب اینو پارسال آموزشگاهمون واسه یه روز معلم بهمون داده بود، توی یه گلدون کوچیک‌تر بود و خیلی خوشگل بود طبیعتاً، که این چند بار مثلا به این مرحله میرسه. متاسفانه من بعضی وقتا حواسمو نمیدم بهش و الان دوباره دارم سعی میکنم که بهش آب بدم و به زندگی برش گردونم و مراقبش باشم. مثلا همین این فعلا اینجاست، گلدون قشنگی هم نداره. تا حالا من بعداً یه گلدون خوشگل واسه این بگیرم. این که یک جاشمیه، اینم سنگمه که خیلی دوستش دارم. دوربینم 3 تا آلبومی که خیلی سال پیش اینا خریده بودم، فکر کنم 5-6 سال پیش گرفته بودمشون. این فانکو پاپ کیبا واکاماروه که هدیه تولدم بوده. اینم یه چیزیه که مامانم درست کرده. مانگای اوزوماکیو گذاشتم، 2 تا کتابای اوسامو دازای، یه دونه دفتر و اونم یه نقاشی، خیلی چیز مهمی نیستن. اینجا 3 تا پوستر داریم که خیلی عجیب، این 5 تا در واقع پوستر ترکیب رنگیاشون با هم دیگه مچ شده، یعنی من موقعی که داشتم انتخاب میکردم اصلا متوجه این موضوع نشده بودم. که این مال کندریک لامار، فرانک اوشن، مکمیلر و کالی چیز. بعد اینجا میکروفونمو داریم، کیبورد قدیمی، موس قدیمیم که اونجاست. اونم یه پوستر میتسکی بود که به این ترکیب نمی اومد، واسه یه جای دیگه میخواستم استفادهش کنم، ولی خب فعلا گذاشتمش به عنوان زیر این چیزی که زیر موس میذارن ازش استفاده میکنم. خوب داره جواب میده. اینم که مانیتورمه که قدیمیه، مادرن فامیلی داشتم نگاه میکردم. اینجا کتابای دانشگاه هم داریم، کتابای اینترن دانشگاه هم اینا هستن که گذاشتم الان قراره درس بخونم مثلا. و اینم جعبه توش اسمارتیس امنم بوده قبلا، فکر کنم اینو نگفتم. اینم کتابیه که الان دارم میخونم، اینم که جای عود ADHD. اینم کتابیه که الان دارم میخونم که خب معمولا این کتابم سر میز نیست، یه مدت قبلا اینجا بود، بعد دیگه برش داشتم. خیلی وقتم هست که من دارم کتاب میخونم، ولی خب ببینید حجمش زیاده واقعا و یه ذره سخته، مثلا چون من معمولا کتابم همه کتابی که دارم میخونم همراهم توی کیفم میذارمش که حالا هر جا رفتم وقت کردم بخونم. من معمولا توی دانشگاه اگه تایمی باشه یا سر کلاسا مثلا میخونم، ولی خب این خیلی زیاد بود، واسه همین این خونه است برای من خیلی طول میکشه یه ذره تا بخونمش. حالا فعلا گذاشتمش روی میز که توی بریک هم بخونم، ولی خب میگم بیشتر این جفت تختمه که حالا بعدا من نشونتون میدم که اینو کجا میذارم. اینم میکروفونیه که تازه گرفتمش که قراره واسه پادکست ازش استفاده کنم و اگر که ویدیویی داخل یوتیوب نیاز باشه که ازش استفاده کنم. اینا به حال تازه گرفتم، خیلی بامزه است و کیوته، خیلی دوستش دارم. چون یکی از درس‌های اینترنمونه و خیلی درس عجیبیه، یعنی مثلا توی فارسی مثلا میمونه که تو بیای لغتنامه دهخدا رو باز کنی، بعد بیا بشین شروع کنی بعد شروع کنی به خوندن مثلا معنی خوندن کلمات که اینجا از A absorb شروع میکنه، مثلا اینقدر توضیح داده در موردش. اینجا بعد دوباره همینطور. دستخط من اینجا خیلی بده چون که خیلی تون سر کلاس می‌نویسیم و ما باید اینو امتحان بدیم، یعنی همه اینا رو باید امتحان بدیم و خیلی درس جالب و عجیبیه، یعنی من پوینتش رو نمیفهمم، ولی خب باحاله اگر که خوب بهتون درس داده بشه و علاقه داشته باشین البته.
put my trust in you. What will you do? Will you just step back? Will you duck it out? Will you be here to the end? I just wanna know if you my friend. I just wanna know if you pretending. Thank you.